سلام علیکم. از این حرفا آقا بذارید کنار این لیگ خدا شاده. این لیگ مسخره رو بذارید کنار. اصلا امسال مشخصه که میخوان کیسه رو قهرمانش کنن. جمع کنید بابا. وقت نه مردم رو بگیرید، نه هوادارا رو بگیرید، نه تیمای دیگر رو. یه بار آقا از همین الان آقا اعلام کن جامو بدید بهش تموم بشه بره. چیه این مسخره بازی؟ امسال آقا تصمیم گرفتن که کیسه قهرمان بشه. آقا هنوز بازی شروع نشده آقا. جرأت نیست بازیکن از بغل بازیکن استقلال رد بشه، به کسکونشون بر میخوره. سری پنالتی. یعنی یه دست آقا به بازیکن استقلال، مثل اون سال بود که هوادار استقلال آقا حالا که دارن میگن بدون باخت، برید آقا مرور کنید هر بازیکنی که زمین میخورد اعلام پنالتی میکردن واسه فراد مجیدی. آقا از این ور پنالتی واسه استقلال. آقا خدا شاده و پنالتی بود. جرأت ندارن پاش به پای استقلال بخوره، دستش به بدنش بخوره، سری دست چش رو میگیرن کارت قرمز. آقا جمع کنید این مسخره بازی ها رو. آقا باید کیسه امسال قهرمان بشه، یعنی تصمیم از بالا گرفته شده. از همین الان من دارم میگم یا علی وقت خودتون رو علاف نکنید. فقط اینو بگم دیگه دنبال آقا فوتبال نرید که امسال آقا کی قهرمان میشه. از همین الان دارم میگم کیسه قهرمانه، چون آقا تصمیم گرفته شده از بالا، از کمیته داوران، از او بالا دستی ها، مثل پارسال که تراکتور آقا قهرمان کرده. یا علی مدد.